سلام علیکم خانم. عرضی داشتیم خانم. چی شده؟ چی میخواین؟ خانم دیروز ظهر بود، داشتیم غذا میخوردیم و استراحت میکردیم. آذرخان اومدن. آذرخان چی؟ بگو دیگه. آذرخان دوتا از دوستامونو تا میخوردن کتک زدن. وقتی که برای چی نمیگی چرا زدمشون؟ مگه بی دلیل زدمشون؟ حرف بزن دیگه. آذر ادامه بده. دیلا خانم، آذرخان دوتا از دوستامونو کتک زد و بعدش هم به درخت بست. بعد از اونم تا جا داشتن شلاقشون زد. راست میگه؟ قربونت برم، داره چرت و پرت میگه، اصل موضوع رو نمیگه، یه چیز دیگه داره میگه. همون دوتا دوستمون رو تمام شب به درخت بسته بود، نه بهشون آب داد نه غذا. ما با این کارش مخالف بودیم، خواستیم بهشون کمک کنیم، اما صبح که آذرخان اومدن هم فوشمون دادن، همونایی که کمک کرده بودن رو اخراج کردن. راست میگه. در به در شدن، خانواده‌شون تو کوچه موندن. شما بگین خانم، اگه این ظلم نیست پس چیه؟ ما اومده بودیم اینا رو بهتون بگیم، اما دیدیم که دارید میرید. نرید خانم، شما رو به خدا نرید. التماس میکنیم نرید. خان بودن پشتیمان رعیت بودنه. همه ما زن و بچه داریم. ما بدون شما چی کار کنیم؟ ما رو از ظلم آذرخان نجات بدین. مرتی که من تو رو میکشمت. آذر من تصمیم خودم رو گرفتم. دیگه خانم شما نیستم. جانب راهیشون کن. زود باشین بریم ببینم. زود باشین. بودو. خانومم خواهش میکنم نریم. اگه به فکر ما نیستین به فکر مادرتون باشین، خواهش میکنم. هنوز قاتلش پیدا نشده. معلومه که یکی از این امارت این کارو کرده. اونم براتون اهمیت نداره. خواهش میکنم نریم. نمیتونم یاسمین. فکر کنم وقتی من نبودم خیلی اتفاق افتاده. بعضی وقتا متوجه نمیشم چی میشه، چرا میشه. اگه منظور دیلا تو زندگی اون اینقدر اتفاقای ناجور افتاده که حدسش هم نمیتونی بزنی. ممکنه کلی اتفاق افتاده باشه، ولی کلی وقت دارم که بفهمم چی شده. واسه من هنوز تصمیمی نگرفتم. معلومه که تو آدنا موندنی هستم. تو موندنی هستی ولی دیلا داره میره. چه بد. حالا که هر ستامون یه جا جمع شده بودیم این وضعیت اصلا خوب نیست. والا چرا دروغ بگم؟ من خیلی ناراحتم. عجب، من چی کار کنم؟ تنها دوست رفیقم دیلاست. اما وقتی در مقابل راحتیت موضوع خوشحالی دوستت باشه، بدون اینکه فکر کنی میخوای اون خوشحال باشه، همین. دوستی همچین چیزیه. برای همینم نمیشه کاریش کرد. باید بریم و همونطوری که لیاقتشه بدرقش کنیم. اگه اینجوری میگی باید تحمل کنیم، چاره دیگه ای نداره. در نهایت سلطان قلبم معلومه که تصمیم خودشو گرفته. دقیقاً. بلند شو ببینم، پاشو بریم، زود باش، تو فرودگاه باید ببینیمش. خوبی داداش جون؟ نه اصلا خوب نیستم. پسرم واسه منم تعریف کن چی شده؟ این همه داد و فریاد زدید آخه. مامان الان اصلا وقتش نیست. اما آخه مامان بعداً تعریف میکنم. چیزایی که گفتن واقعیت داره؟
از تو میپرسم، حرف بزن. این چیزا واقعیت داره؟ قربونت بشم. ببین داداشت اینا دارن میرن، بعدن تو اتاق حرف میزنیم. باشه زود باش، بیا بریم بدرقشون کنیم. بیا بعدن حرف میزنیم. فاطمه خداحافظ دختر. خداحافظ مامان جان. آذر بعدن با هم صحبت میکنیم. باشه خیره آقا. در چه مورد؟ در مورد کارهایی که با روستایی کردی صحبت میکنیم. آقا رضا، آقایی، خانی، داداشمون هستی، تاج سرمون هستی، ولی همین روستایی ها و همین زمین ها مال منه. خان و آقای اینجا منم. بهتره که هر کسی سرش تو کار خودش باشه، نه؟ آذر الان باید یه جور دیگه باهات حرف میزدم، ولی اینجا جاش نیست. بعدا حرف میزنیم. باشه آقا. تو خانوم بارازاغلو هستی. هرچی دارم و ندارم، مادی و معنوی، همه چیزمو برای تو میذارم. به آذر فرصت نده، به من قول بده که بارازاغلو رو تنها نمیذاری. قول بده آینده نوم امانت دست تو. قول میدم بابا. منو ببخش بابا سعید. نمیتونم رو قولی که بهت دادم وایستم. وقتی در مورد خیانت آدمی که تو این زندگی از همه بیشتر دوستش داشتم قرار میگیرم نمیتونم اینجا بمونم. خواهش میکنم منو ببخش. هر کی این یادداشت رو نوشته حتما باید تو همین مزرعه باشه. یعنی من تا امروز با قاتل مادرم تو یه خونه زندگی کردم؟ مامان، هنوز به نبودن تو عادت ندارم. الان خیلی به تو احتیاج دارم. کاش کنارم بودی. کاش که میتونستی محکم منو بغل کنی. کاش که بتونی بگی باشه دیلا من اینجا. بگی من کنارتم. خواهش میکنم منو ببخش. به خاطر اینکه ازم محافظت کنی کنارم بودی، ولی من نتونستم از تو محافظت کنم. نتونستم مامان. خواهش میکنم منو ببخش. آذر، اینا چی میگن؟ تو با اینا چی کار کردی؟ قربونت بشم. میگم بعدن حرف میزنیم، ولی باز داری میپرسی یا بعدن حرف میزنیم. باشه الان تعریف کن. درسته داداشم اینجا نیست، ولی من که هستم، برام تعریف کن. فاطمه خانوم، جلوی همه دهن منو باز نکن. تو اتاق حرف میزنیم. باشه زود باش. تو برو تو اتاق. زود باش. برو. خب درد شما چیه؟ یکم پیش یه تئاتری بازی کردین ولی نشد. کسی گول نخورد. تماشاچی نداره. منو ببینین. من شاید روانی و احمق باشم، ولی
آقای شما و این مزرعه هستم. خان هستم. خدای اینجا من هستم. فهمیدین؟ دیگه خانوم شما هم نیست. اگه از این به بعد مثل این تئاتری که یکم پیش بازی کردی رو بازی کنید، قسم میخورم از دماغ همتون در میارم. باشه؟ از این به بعد هر چی که من میگم میشه. آذر! خیلی داری تون میری. نگاه کنید، ببینید خانم برگشته. خدا رو شکر دیلا نرفته. خوشحالیت نیمه کاره مونده آذر. فقط حرف زدی ولی میبینم نتونستی کاری بکنی. خدا رو شکر دلم خنک شد. حداقل خدا دلش واسه این بچه‌ای توی شکمم سوخت. من از دست آذر نجات داد. من و تو باید حتما با هم حرف بزنیم آذر. حرف بزنیم؟ صداتون رو شنیدم، به حرفاتون گوش کردم و اومدم. الانم اینجا. به اندازه کافی وقت از دست دادین. همه برگردین سر کارتون. این حادثه دیگه تکرار نمیشه. نگران نباشید. ممنون دیل خانم. خدا رو شکر موندیم. خیلی خوب، بریم بچه ها. خانومم کار خیلی درستی کردین که برگشتین. خوشحالم. معلوم میشه یاسمین، معلوم میشه. افه بفرمایید خانم. به کسایی که نمیتونن کار کنن رسیدگی کنین. هر کاری لازمه انجام بدید. مخارجشون هم بپردازید. باشه؟ چشم خانم. رضا پسرم، آخه چرا آدمو دیوونه میکنی؟ دیلا منو ترک کرد مامان. ترکم کرد، همین. آدنا رو نه، منو ترک کرد. اونو میدونم، هنوز انقدر پیر نشدم. چرا؟ آخه دلیلش چیه؟ به خاطر آرزو، به خاطر کارایی که آرزو کرد. آرزو؟ این ابلیس دوباره از کجا پیدا شد؟ از منو خودش فیلم برداری کرده. خدا میدونه این فیلم مال کیه. اون رو واسه دیلا فرستاده. دیلا هم دیوونه شده. حالا اون فیلم ها واقعیه؟ همچین اتفاقی واقعا افتاده؟ تو رو خدا مامان، من اصلا حوصله‌شو ندارم. هیچ زنی نمیخواد مردی رو که دوستش داره کنار یه نفر دیگه ببینه. دنیام زیر و رو بشه حق با اونه. چیه؟ ناحق میگم؟ تو اگه همچی چیزی رو ببینی چی کار میکنی؟ نمیدونم مامان، نمیدونم چی کار میکردم. تنها چیزی که میدونم اینه که بیگناهم. اون آرزوی لعنتی جهنمم که بره میاد زندگی منو به هم میریزه. خدا لعنتش کنه، خدا لعنتش کنه. هر چی که باشه حق با دیلاست. مامان بس کن دیگه. تازه یادت افتاده دیلا هم حق داره؟ آره خب، حالا که یه زنی نیست که دوستش داشته باشم یه دفعه تصمیم گرفتی مهربون بشی. تو رو خدا ول کن این حرفا رو رضا، ول کن. اونا تموم شد. اینجوری نمیمونه مامان. حالا ببین، دیلا بره استراحت کنه، خودشو جمع و جور کنه. منم بلدم اونو چطوری برگردونم. آرزو چی میشه؟
احمق احمق احمق. میخوام ازت بپرسم چی شده، ولی از جوابی که قراره بدی میترسم. برای همین سوال میکنم تو فکر میکنی داری چی کار میکنی؟ چیزایی هست که نمیدونی خانوم. من بی خودی دیوونه نمیشم. چی میتونه باعث بشه که این کار رو انجام بدی؟ یه بدبختی رو آوردن بین خودشون فحش و ناسزا میدن. اون آدمم دیگه نه زنی براش موند نه بچه‌ای. منم دخالت کردم، همین. به تو چه؟ تو چی کاری؟ اونا فامیل، برادر، دوست و رفیقن، با هم شوخی میکنن، سر به سر هم میذارن. تو چرا اونا رو به این روز انداختی؟ خانوم، اگه میشنیدی که چیا به اون بچه میگن هرگز اینجوری حرف نمیزدی. آذر، گفتم تو چی کاری؟ تو چرا خودتو دخالت دادی؟ چیزی که تو رو اذیت میکنه چیه؟ منو چیزی اذیت نمیکنه. باشه، یه چیزی رو اشتباه دیدم و دخالت کردم. ببخشید ولی یه چیزی میخوام بپرسم خانوم. شما روبرود یه بچه دبستانی وایستاده، آره؟ منو برای چی داری سرزنش میکنی؟ حساب چی رو داری پس میگیری؟ وقتی آزار میدی خوبه، ولی وقتی میخوای جواب پس بدی خوب نیست، مگه نه؟ اگه اون آدمو بیارم و ازت شکایت کنه چی کار میکنی؟ هرچی که الان تعریف کردم همینه. من به عنوان خان مزرعه یه چیزی رو اشتباه دیدم و دخالت کردم، همین. تو هم به عنوان خانوم به جای اینکه از من حمایت کنی داری منو سرزنش میکنی. تو حتی اونجا نبودی، نمیدونی موضوع از چه قراره. تو داری حساب چی رو پس میگیری ها؟ قسم میخورم آدمو از کوره در میبرینا. من به تو خانوم گفتم، زنده داشت گفتم، تاج سرم کردم، یعنی همینه. برو هر جا که میخوای از من شکایت کن، میرم زندانی میکشم، ولی حق با من بود. فهمیدی؟ برو هر جا میخوای شکایت کن، من از هیچی فرار نمیکنم. حق با تو نیست. بدرفتاری با من هم به تو هم به مزرعه آسیب میرسونه. برای همین حواستو جمع کن. روزایی که تو این روستا جولون میدادی تموم شد آذر خان. حواستو جمع کن. بیا اینجا زنی که احمق. فکر میکنی کجا میتونی بری؟ لعنتی. بله عزیزم. داداش، دیلا برگشت. چی؟ ای خدا، حالا چی گفت؟ نمیدونم، چیزی نگفت، فقط برگشت. عالیه عالیه. ممنونم عزیزم، ممنونم از اینکه بهم خبر دادی. ممنونم. برگشته؟ آره برگشته. خدا خیلی دوستم داره مامان. از من گفته چیزایی که این آدم کشیده دیگه براش شما کافیه. چه مشکلاتی رو پشت سر گذاشتید پسرم. میدونی که بزرگترین مشکلتونم من بودم. حالا که این همه چیز نتونست جلوی شما رو بگیره، ایشالله که اینم پشت سر خواهید گذاشت. ای خدا، فکر کنم بعد سکته قلبی تو یه چیزیت شده ها؟ ملک من. لوس. خانومم، حالتون خوبه؟ بیا عزیزم بیا. خانومم، از اینکه نرفتید و اینجا موندین خیلی خوشحالم. موندم ولی طرز فکرم اصلا عوض نشده یاسمین. هنوزم بی‌حوصله. دیگه به این چیزا فکر نکنید خانومم. براتون لیموناد درست کردم تا خنک بخورین باشه. یعنی میگی این حالمو بهتر میکنه؟ آره حتما، من مطمئنم. من فکر میکنم که وقتی شما یه چیزی رو بخواید و اراده کنید حتما از پسش برمیاد. مطمئنم.
والا امروز روز شلوغی بود. یه بار دیلا میره دوباره برمیگرد. حالا زن ول کن، شلوغ بوده که بوده بابا. کم مونده بود سرمون به باد بره، خبر نداری. کم مونده بود دست اون آزر احمق بیفتیم. به هر حال خب خوب شد که نیفتادیم. راست میگی جانیب. موقعی که دیلا به آذر گفت این مزرعه دست تو امانت باشه ها، قلبم ریخ والا. خدا رو شکر دسته ولگرد نیفتادی. آره بابا خدا رو شکر، خدا رحم کردی. این خانمم دیوونه است، یکم زور میگه ولی اون از اون آذر خیلی بهتره. منو باش. دیدی با اون بدبختای سر زمین چی کار کرد؟ بی شرف احمق. مگه میشه ندیده باشم هایریه؟ مگه میشه؟ مسخره بی وجدا، اون بیچاره ها رو نابود کرده. اگه خانم میرفت تو کمتر از یه هفته به جای اونا ما به بیچارگی میافتادیم. هایریه شنیدی که میگن یه روز میشه که ورق برمیگرده. ببین در مقابل زود برگشتن دیلا چطوری همه چیز علیه آذر شد. حالا باید صبر کنیم ببینیم چطوری بین خودشون به تفاهم میرسن. آذرخان 2 تا از دوستامون کتک زد و بعدش هم به درخت بست. بعد از اونم تا جا داشتن شلاقشون زد. لعنتی همه دارن از ما بازجویی میکنن. مزرعه نیست که، مجتمع غذاییه. بیا قربونت بشم، بیا با تو هم حرف بزنم. اولین راند شروع میشه. دانگ. نه برام تعریف نکن. اگه وجدانت راحته نیازی نیست برام تعریف کنی. من نمیتونم سنگین تر از وجدانت حرف بزنم. قربونت بشم. ببین من کار بی‌موردی نکردم، نخواهمم کرد. منو که میشناسی. ولی هم تو هم دیلا بدون اینکه گوش کنید خیلی منو تحت فشار میذاری. پس تعریف کن تا منم بدونم. حالا که من دارم ازت دفاع میکنم، حالا که به همه میگم آذر عوض شده، چی شد؟ زهر مار شد. باشه؟ معذرت میخوام. قربونت بشم، بیا اینجا. ببین یه چیزایی هست که نمیشه تعریف کرد. یعنی یه حرفایی نمیشه راحت از دهن بیاد بیرون. ولی تو به من اعتماد کن. اون بیشرف کاری که من باهاش کردم حقش بود؟ آره. هیچ کس همچین چیزی حقش نیست. ببین اگه یه روزی من کاری رو که اون آدم کرده بکنم، اگه من روزی مثل اون آدم با غرور و شرف یه نفر بازی کردم، اگه به من شلیک نکنی فاطیما بارازوغلو، نامردی. باشه؟ جانان باش تماس بگیر از گیت رد نشه وگرنه نمیتونیم ببینیمش. باشه. عزیزم ما داریم میرسیم فرودگاه. تو کجایی؟ رسیدی؟ جانان من نرفتم. یعنی نتونستم برم. دارم وسایلمو میذارم تو کمد. یعنی چی؟ نمیفهمم. رضا کاری کرده؟ نه رضا کاری نکرده. یعنی به رضا ربطی نداره. جانان من تو راه خیلی فکر کردم. نمیتونم مادرمو اینجا بذارم. تا قاتلشو پیدا نکنم نمیتونم از اینجا برم. به سعید خانم یه قولی دادم، باید رو قولم وایستم. این آدما چشمشون به دستای منه. من داشتم فقط به درد خودم فکر میکردم. همه اینا رو فراموش کردم. من داشتم به خودم فکر میکردم. خلاصه این که نتونستم و بازم الان تو اتاق خودمم. فهمیدم عزیزم. باشه منم میام پیشت. خودت میدونی هر طور که مایلی.
یعنی نرفته؟ نه خیر نرفته. یه سر میریم مزرعه. تعریف کنم قربونت بشم؟ مدام به من میگی تعریف کن. حالا تعریف کنم؟ من تو رو گول زدم. گفتم قرار خونواده بشیم ولی گول زدم. گفتم میخوام تو رو خوشگلترین مادر دنیا کنم ولی گول زدم. گفتم بچه هامونو روبروی خودمون میشونیم و باشون حرف میزنیم ولی گول زدم. تا موقعی که من تو زندگیت هستم، تا موقعی که تو زن من هستی، هیچ کدوم از اینا نمیشه. فقط یه نفر هست که تو روبروش بشینی یا باهاش حرف بزنی، اونم آذر دیوونه است. چرا؟ من عقیبم. تو مدام به من میگی تعریف کن، ولی قربونت بشم من اینو چطوری تعریف کنم؟ راحت به زبون انسان نمیاد این چیزا. این نفرین منه، این چاه منه. من ته این چاه بدون نردبون موندم. ته این چاه دارم دیوونه میشم. آخه چرا من عقیبم؟ چرا؟ ملیس جون چطوری؟ خوبم. اما غذاتو که نخوردی؟ اشتها نداشتم. عزیزم مگه در موردش با هم حرف نزده بودیم؟ دوباره باید از اول شروع کنیم؟ ببین عکسایی تو موبایلمو برای مامانم فرستادم. داشتم اونا رو نگاه میکردم. باشه پسرم، منم میرم لباسمو عوض کنم. ببین دیدی موبایل به دردت خورد؟ هنوز از مامانم خبری نیست؟ از مامانت خبر هست. تماس گرفت. تماس گرفت؟ آره. چرا با من تماس نگرفت؟ چی گفت؟ حالش خوبه؟ چون که شماره تو رو نداره. خب یه جایی بود که آنتن نمیداد، نتونست زیاد حرف بزنه، گفت دوباره تماس میگیره. خوبه نگران نباش. رضا برای اینکه ناراحت نشم بهم دروغ میگی؟ من خوب میفهمم. من دروغ نمیگم. خدای بزرگ. بی ارزه. فکر کردی میتونی منو نگه داری ها؟ بازم فرار میکنم. این دفعه نمیتونی منو بگیری. اگه یه بار دیگه فرار کنی به پیر به پیغمبر تو رو میکشم. این جون بیارزش تو میگیرم. فهمیدی چی گفتم؟ بکش منو، بکش تا خلاص شم. از اینجور زندگی بهتره. بهت برخورده؟ تو فکر میکنی مردن آسونه؟ فکر میکنی با مردن میتونی خلاص بشی؟ اول تو رو میکشم، بعد خواهرتو پیدا میکنم اونو میکشم، بعد مادرتو پیدا میکنم اونم میکشم، بعد بدون معطلی میرم آدانا و اون دختر احمقتو که ازم قایمش میکنی پیدا میکنم و میکشمش. فهمیدی؟ به تبرگ! نه اونو نمیکشم. میدونی باهاش چه کار میکنم؟ الان به ذهنم رسید. اونو میارم اینجا.
من کلوپ شبانه دارم. برای اون یه جای مناسب پیدا میکنم، همون جور که برای تو پیدا کردم. چطوره؟ میکشمت لعنتی. خدا منو موقعی به دنیا اومدنم لعنت کرده. من خود بلا هستم. دست از داستانه عاشقونه خوندم بردار. بیا با این پرنس خوشتیپت تماس بگیر. میخوام صداشو بشنویم. بگیر. ملیس، مادرت داره زنگ میزنه. بیا. باور نمی کنم. بله آرزو. آره ملیس اینجاست. بدو. مامان؟ رضا. خدا لعنتت کنه آرزو، آشغال عوضی. تا کدوم جهنمی هستی؟ من به این بچه چی باید بگم؟ کدوم گوری هستی آخه؟ نه زنگ میزنی نه خبری ازت هست. آره ملیس اومد. الو مامان، کجایی؟ چرا نمیای؟ دختر عزیزم، ملیس اصلا فرصت نکردم با تماس بگیرم. اینجا نه تلفن هست نه زمانی که بخوام راحت بهت زنگ بزنم، ولی همیشه به یادت هستم. میبینی تو اولین فرصت بهت زنگ زدم. مامان تو حالت خوبه؟ خوبم دخترم، خوبم. من الان اومدم پیش دوستام. اینجا اصلا آنتن نمیده، تلفن خط نمیده، موبایل یه بار آنتن میده یه بار نمیده. ولی یواش یواش دیگه دارم کارامو میکنم و بهت قول میدم خیلی زود دوباره برمیگردم پیشت. مامان میای مگه نه؟ واقعا میای؟ البته که میام، قول میدم که بیام. الان باید قطع کنم، بعداً دوباره بهت زنگ میزنم. مامان قبل از اینکه گوشی رو بهت بدم میگفت که خیلی دلش برات تنگ شده. کاراشو تموم میکنه میاد. عزیزم خوبه، نگران نباش. نه، از صداش معلوم بود که اصلا خوب نیست. من میفهمم. به خاطر اینه که صدای تو رو شنیده، دلش برات تنگ شده، احساساتی شده. به همین خاطره. نگران نباش عزیزم. امکان نداره رضا اون پولو به من بده. از اینجا هیچ کاری نمیشه کرد. قدیر، من باید برم اونجا. نه بابا، مگه روبرود یه احمق نشسته؟ یه بار این داستان رو گفتی باور کردیم، ولی اون موقع دخترت دست ما بود. الان میری پولم میگیری. وقت چطوری تو رو پیدا کنیم؟ پس تو هم عمرن دستت به اون پول برسه. ول کن اینا رو. برای من شعر سراهم نکن. من مفتی تو رو پیش دخترت نمیفرستم. مطمئنم که اون مردی که نرم میشه. میدونم که پولمونم میگیریم. دیلا بس دیگه، بلند شو بریم بیرون. یه کاری میکنم سرت گرم شه. خواهش میکنم اصرار نکن، اصلا حوصله ندارم. در ضمن جایی هم نداریم بریم. باشه بذار یه وقت دیگه. تو به حرف من گوش کن، بیا بریم، آب و هوا عوض میشه. سوات لطفاً بذار برای یه وقت دیگه، اینقدر اصرار نکن. دیلا جان، اگه قرار اینجا بشینی و خودتو ناراحت کنی، مطمئن باش که من این اجازه رو بهت نمیدم. یه دقیقه صبر کن ببینم به تو چه ربطی داره؟ چرا اینو میگی؟ برای اینکه نمیخوام اینجا مثل جغد بشینی و قصه بخوری. نباید زندگی رو برای خودت سخت بگیری. سوات مگه تو کی هستی؟ حالا دیگه همه تموم شدن، باید به تو جواب پس بدم. من باید از تو سوال کنم چی کار کنم یا نکنم؟ برای چی کشش میدی؟ چی کار داری به کار من؟ دیلا داره سعی میکنه تو رو خوشحالت کنه. چی کار میکنی؟ نمیخوام، ارزونی خودش. حق با دیلا خانم جانان. مگه من کی هستم؟ فقط دوست 10 سالشم. ببخشید، معلومه که زیاده روی کردم. باشه سوات، لااقل تو اینجوری نکن. من تو ماشین منتظر میمونم. نمیخوام ملکمون بیشتر از این ناراحت بشه.
منم با سوات میرم. تو اعصابت خیلی خرابه. معلومه که نیاز به تنهایی داری عزیزم. بعداً حرف میزنی. خداحافظ. اوف. آذر خان حالا چه غلطی میخوای بکنی ها؟ چطوری میخوای از این بدبختی خلاص بشی ها؟ دیگه روبروی تو سلطان با اون زبون مثل مارش نیست، رضا هم نیست. با ایراد خودت تو سر خودت میزنی آذر. دیگه خودت با خودت دشمن هستی. حتی زنت هم با دشمن آذر. خدایا یه چیزی میخوام بپرسم. من 1000 دفعه باهات حرف زدم. یعنی من اینقدر آدم بدیم؟ من چه گناهی دارم؟ نسل همه این جونوره و حشرات تو داری ادامه میدی. اگه مال منم ادامه میدادی خب چی میشد؟ چی میشد؟ جانان جون خیلی ممنونم. زحمت کشیدی. خواهش میکنم. چه زحمتی. شبت بخیر. سوات خودتو جمع و جور کن. خودت هم میدونی که این کارا رو مخصوصا نمی کنی. تو اونو ببخش عزیزم. این اواخر اعصابش خیلی خراب بوده. من فقط خوبی اونو میخوام، ولی معلومه که زیاده روی کردم. ببین تو نمیدونی چه بلاهایی سر دیله آمده. حتی نمیدونی چه جور زندگی داره. اون خودشو لای منگنه احساس میکنه. سعی کنی کم درکش کنی. مطمئنم که خودش هم خیلی ناراحته. به هر حال ولش کن. اون تو مدرسه هم اینجوری بود. داد و بیداد میکرد، بعد یه ساعت دیگه میومد از دلم در می‌آورد. یعنی من به این حالتهای اون عادت دارم دیگه. دیلاست دیگه عوض نشده. ببین چی بهت میگم. تو تازه به این خونه اومدی، تازه جابجا شدی، هیچ وسیله‌ای هم نداری. من و تو فردا بریم با هم دیگه خرید کنیم. چی میگی؟ تو نمیدونی اینجا چی رو باید از کجا بخری. تجربه های آدانمو با تو تقسیم میکنم. لطف منم اصلا فراموش نکن، چون برای کسی از این کارا نمیکنم. جانان جون تو خیلی لطف داری، ولی من فعلا برای خونه هیچ خریدی ندارم. ولی بازم ازت ممنونم. تا همیشه به فکر همه چی هستی. باشه. شب بخیر. شب بخیر. یا الله. قربونت بشم. خواهش میکنم به من اعتماد کن. با تک تک سلولای بدنت، با همه وجودت به من اعتماد کن. من از تو تنها خواستم همینه. بفرمایید.
خانم بازپرس، بررسی تمام دستخطا تموم شد. نتایجم به دستمون رسید. یعنی هیچ کدوم از دستخطا با افراد مزرعه مطابقت نمیکنه؟ اینطور به نظر میاد. باشه، متشکرم. جانان، خیر باشه. این چه قیافه‌ایه؟ خیلی هم خیر نیست. من باید برم پیش دیلا. در رابطه با چیه؟ در مورد مادر خدا بیامرزش. ولی اینم یه داستانی که باید بعداً برات تعریف کنم. خیلی مفصله. من باید برم، الان نمیشه. خیلی دیره. بعداً میبینم. موقع نهار همدیگه رو ببینیم؟ باشه، میبینیم. یاسمین، چند روز مزرعه خیلی شلوغ پلوغه. جریان چیه؟ چه خبره؟ به من چه؟ برای چی؟ من از کجا باید بدونم؟ نمیدونم. آخه مثل کلانترا از همه چی سر در میاری. فکر کردم شاید بدونی. یه مردی هم هی میاد و میره، اسمش سواته. اون دیگه کیه؟ دیلا دیروز سرش تو حیاط داد زد. از کنار دیلا تکون نمیخوره. کی هست؟ والا منم کنجکاوم بدونم یاسمین. من از کجا باید بدونم؟ شما فکر کردین که من فضول محله‌ام؟ شما هم سلطان خانم، اینقدر تو هر چیزی سرک نکش، به حاملگیت برس. دختر، مثل احمقا حرف نزن. بی تربیت. مگه من واسه خودم سوال کردم؟ واسه دیلا دارم سوال میکنم. کاری نکن که زبون درازی کنم. من چه میدونم؟ تازه اگه میدونستم من به تو نمیگفتم. به منم نمیگی؟ به تو هم نمیگم. برای چی اینقدر فضولی میکنین؟ خب دوستشه دیگه. من به خدمت تو یکی باید برسم، ولی ارزش نداره خودم و بچه‌مو به خاطر تو خسته کنم. امروز دکترم میاد، عصبانی میشه. امروزم میاد؟ آره، امروزم میاد. راسته یاسمین، منو ببین. وقتی دکتر میاد تو هم با من بیا. با مرد غریبه تو اتاق تنها نمونم بهتره. نمیدونم برنامه‌م چیه. باشه، سعی میکنم بیام. اگه به این یکی هم نمیگفتی به خدا همینجا قش میکردم. نه خیر، جواب نمیده. لعنتی، زهرشو ریخت و فرار کرد. رضا آروم باش پسرم، الان ملیس میشنوه، فکر میکنه چه این خبر زن شده. لعنتی همیشه بلای جونم بوده. اصلا به دنیا اومده که زندگی منو نابود کنه. اما خودت باعث شدی سر و کله این بلا پیدا بشه پسرم. حق داری مامان. البته که حق دارم. از زمین تا آسمون حق داری. حالا چی میخواد؟ پول میخواد. چی قراره بخواد؟ بازم یه مشت آدم عوضی رو دنبال خودش راه انداخته. رضا ببین پسرم، باید هر چه زودتر همه چیزو واسه ملیس تعریف کنی. اونم حق داره بدونه. آخه چطوری واقعیتو به ملیس بگم؟ چیو باید بدونم؟ چه واقعیتی؟ یعنی کسی که این یادداشت رو نوشته مال این مزرعه نیست؟ نتایج اینجوری میگه، ولی این به این معنی نیست که کسی که این کارو کرده اینجا نیست. جانان این حرف یعنی چی؟ یعنی اینکه اتفاق از چیزی که فکرشو میکردی من بزرگتره. هر کسی که این نامه خودکشی رو نوشته تو این مزرعه زندگی میکنه و قدرتی داره که میتونه این کارو انجام بده. یعنی از یه نفر به عنوان فدایی استفاده کرده؟ کی میتونه از دهن یه نفر دیگه نامه خودکشی بنویسه ها؟ کسی که برای کسی دیگه این کار انجام میده یا باید براش یه نفعی داشته باشه یا اینکه خیلی قدرتمند باشه. چیزی نیست ملیس جون، چه واقعیتی؟ نه خیر، شنیدم. باید یه چیزی رو به من بگی. درسته. باید یه چیزی رو بهت بگیم. چی شده؟ نکنه واسه مامانم اتفاقی افتاده؟ چرا واسه یه مامانت باید اتفاقی بیفته؟ رضا بچه رو نترسون. مامانت چیزی نشده. امروز مگه باهاش حرف نزدی؟ مگه صداشو نشنیدی؟ یکم پیش من باهاش حرف زدم، یه دقیقه قبل از اینکه تو بیای. خب چی میگفت؟ میخواد که تو یه مدت اینجا بمونی. ولی آخه چقدر؟ واسه چی خودش نمیاد؟ چون که کاراش طولانی شده. کار دیگه ملیس چون چی کار میشه کرد؟ پس من میرم پیش اون. ملیس، مامانت میخواد اینجا مدرسه بری. نمیخواد که اونجا بری و یه سال دیگر رو از دست بدی، میفهمی؟
ببین من بهت قول میدم که تو رو به قشنگترین و بهترین مدرسه آدنا میفرستم. قول میدم. ولی آخه چرا؟ یعنی اصلا پیش مامانم بر نمیگردم؟ ملیس جون مادرت قراره بیاد اینجا، اصلا نگران نباش. خب چرا اینا رو به من نمیگه؟ چرا همیشه فقط با تو تماس میگیره؟ من مدرسه خودم رو میخوام. چی رو از من مخفی میکنین؟ چرا این کارو با من میکنین؟ چرا؟ ملیس در رو باز کن عزیزم، صحبت کنیم. عزیزم این وضعیت موقتیه، همه چی رو به راه میشه. مادرت برای اینکه از مدرسه عقب نمونی میخواد که اینجا درس بخونی. بسه دیگه بسه. مامانم دیگه نمیخواد بیاد. شما همتون دارین به من دروغ میگین. من اینا رو نمیخوام. نه عزیز من، همچین اتفاقی نمیفته. مگه همچین چیزی امکان داره آخه؟ ببین تو مدرسه رفتن رو شروع کن. اگه خوشت نیومد من قول میدم که مدرسه رو عوض کنم. اگه بازم خوشت نیومد باشه، اصلا نرو. ملیس من مامانمو میخوام، میفهمی؟ مامانمو میخوام. مگه قرار نبود مامانم زود بیاد؟ مگه قرار نبود 2 روز بیشتر اینجا نمونم؟ من نمیتونم اینجا زندگی کنم. شما دارین بچه گول میزنین، ولی من دیگه بچه نیستم. آرزو، حساب همه این دردایی که دخترم میکشه رو باید پس بدی لعنتی. قربونت بشم، به شوهر جذاب و اسپورتی مثل من روی خوش نشون نمیدی؟ خیلی شیک شدین فاطیما خانم. نمیخواین بگین کجا دارین تشریف میبرین؟ قربونت بشم، میدونی هر لحظه ای که کنارت هستم برای من مثل عیده؟ ببین اگه میدونی خودتو به اون را میزنی من ناراحت میشم. آذر! باز چی شده؟ آذر! بیا بیرون! کجایی لعنتی؟ بیا بیرون! چه خبره ها؟ بیا اینجا! دیگه تو این مزرعه آدم ها رو اینجوری صدا میکنی؟ آره خیره. تو دستور مرگ مادرمو دادی؟ جواب بده! عجب گیری افتادیم ما. زن تو چی داری میگی؟ اگه گفته های دیلا خانم راست باشه ها، یعنی قیامت قراره توی مزرعه را بیفته. ای وای هایریه، وای وای، خدا رحم کنه هایریه. راستشو بگو، حقیقتو بگو. تو توی این کار دست داشتی؟ تو مادر منو کشتی؟ من چرا باید این کارو بکنم؟ آخه چه جوری میشه آخه؟ اینجا چند نفر میتونن از بقیه به عنوان فدایی استفاده کنن؟ چند نفر انقدر قدرتمندن؟ دیلا خانوم، ببین دفعه پیشم پرسیدی، گفتم نه. الانم باز داری میپرسی. زشته دیگه. چی زشته ها؟ بگو چی زشته؟ لا اله الا الله. دنبال قاتل مادرم گشتن زشته؟ دیلا داری چی کار میکنی؟ میدونی چه اتهامی داری میزنی؟ فاطیما تو این کار دخالت نکن، باشه؟ خودتو قاطی نکن. دیلا خانوم، ببین هر چی به من میگی باشه، ولی با اون آروم حرف بزن. اگه به فاطیما زبون درازی کنی اینو بدون کلامون بد جوری میره تو هم. چی کار میکنی؟ چی کار میتونی بکنی؟ همونطور که دستور مرگ مادرمو صادر کردی دستور میدی منم بکشن و از بین ببرن؟ همونطور که به اون کارگر شلاق زدی به منم شلاق میزنی؟ دیلا خانوم، خانومم، ببین بهت دارم میگم من چنین کاری نکردم.
تو هم یکم آروم باشه؟ دوست و دشمن زیاد داریم ماشاءالله. نذار دشمنمون بهمون بخندن. من چرا باید مادر تو رو بکشم؟ از کشته شدن مادر چی بهم میرسه ها؟ گزارش قضایی اومده آذر. کسی که اون یادداشت رو نوشته تو این عمارت نیست. چجور ابلیسی تونسته از کس دیگه ای بخواد اونو بنویسه؟ ولی من اونو پیدا میکنم. اون نامرد رو پیدا میکنم و با دستای خودم میکشمش. خدای خودت بهم رحم کن. خواهش میکنم به خاطر این بچه توی شکمم بهم رحم کن. هر کاری که خوب باشه انجام میدم. هر کاری که بگی انجام میدم. شطور قربانی میکنم، چه میدونم، هر کاری. یعنی دیلا خانم تو داری میگی که اگه یه جرمی داخل مرزای آدانا اتفاق افتاده باشه مسبب اون آذره، درسته؟ باشه، قبول میکنم، ولی اینو باور کن من هیچ ربطی به این موضوع ندارم. قسم میخورم ندارم. منو ببین آذر، اگه تو مرگ مادرم دست داشته باشی قسم میخورم موقعی که تو این عمارت هستی اینجا رو به آتیش میکشم. دار و نداره تو خانوادت و هر کی که اینجا باشه رو آتیش میزنم. قسم میخورم این کارو میکنم. زنده داشت بذار درباره یه موضوع تحقیق بشه. اگه من دستی تو این قضیه داشتم نیازی به تو نیست. میرم داخل عمارت و خودمو آتیش میزنم، ولی به جون قربونش بشم قسم میخورم من چنین کاری نکردم. من هیچ ربطی به این موضوع ندارم. هر کی این کارو کرده دیر یا زود دستگیر میشه. اجازه نمیدیم این موضوع بسته بمونه. هر چی که میخواد بشه، ولی این مسئله باید حل بشه. اینو همتون بدونید. فاطمه